سلام دوستان، اسم من احسانه. به چنل من خوش اومدین. امروز میخوام یه هوش مصنوعی بهتون معرفی کنم که باهاش بتونین متن رو تبدیل به صدا بکنین و توی ویدیوها یا ارائه هاتون سر کلاس یا پرزنتیتون بتونین ازش استفاده بکنین. فقط یه چیزی که این هوش مصنوعی برای استفاده طولانی مدت خوب نیست، چون پولیه و یه مقدار مشخصی ازش میشه استفاده که مگه اینکه میخواین آی پی تون رو عوض بکنین. حالا میریم بهتون سایتش رو معرفی میکنم. بیاین تو سایت ttsmaker.com که توی دیسکریپشن و اولین کامنت ها لینکش رو براتون میذارم. و اولین کار که میکنین، متنی که میخواین رو اینجا براش پیست میکنین. من یه متن طولانی داشتم و نصفش کردم که توی ادامه ویدیو بهتون میگم چرا. و اینجا ما یه متنی رو داریم که الان اینجا نوشته شده ماکسیموم کرکترش 1000 تاه و ما 135 تاشو استفاده کردیم. و توی تو میتونین انگلیسی هم چیزاشو بزنین، لنگویجاشو بزنین، ولی انگلیسی یه مقدار زیادی لنگویج داره. ما تو فارسی توی این هوش مصنوعی اگه فارسی رو تایپ بکنیم، دو تا هوش مصنوعی که برامون صحبت میکنه بیشتر از یه آقا است یه خانم است که مثلا ما تو همین خانومه رو استفاده میکنیم. من چون قبل ویدیو یه ویدیو دیگه خواستم بگیرم نشد، الان مثلا نوشته که تو این هفته کلا 20,000 تا کرکتر بیشتر نمیتونی انجام بده. همین که میگم که پولیه، قضیه پولیش همینه. و نوشته که 14,000 تا کرکتر دیگه بیشتر تو این هفته براتون قابل استفاده نیست. حالا تنظیماتی که باید انجام بدین توش الان بهتون توضیح میدم. میرین تو ستینگا، میگه چه فرمتی دوست داریم باشه، مثلا میگین همون mp3 باشه. و کوالیتیش چی باشه؟ قاعدتا میگین خب صدای خوبی باید داشته باشه، های کوالیتی میذارین. وایس اسپیدش خیلی مهمه. اگه میخواین ارائهتون طولانی باشه، وایس اسپید رو کم میکنین، میذارین 8 دهم، 85 صدم، نیم. ولی نیم خیلی آروم صحبت میکنه. معمولا 8 دهم و 85 صدم خیلی خوبن. وایس ولومش معمولا دست نزنین. اگه فکر کنید زیاد صداش رو کم میکنین، اگه فکر کنید صداش کم صداش زیاد میکنین، حالا من همون 120 میذارم. و به این قسمت من دست نزدم، نورمال پیچ گذاشتم. ولی پاز تایمش این قسمت 300 میلی ثانیه است. یعنی چی؟ یعنی این موقعی که صحبت میکنه در بعد 300 میلی ثانیه حرف بعدی رو شروع میکنه یا جمله بعدی رو شروع میکنه صحبت کردن. هر چقدر این پاز تایمش رو بیشتر بکنه، اگه مثلا رو 1000 میلی ثانیه، همون فکر کنم میشه 1 ثانیه حدودا فکر کنم، و این مدت ارائهتون رو بیشتر میکنه و مدت اون تایم تبدیل متن به وایستون هم بیشتر میشه. خب حالا ما میخوایم اینو تست بکنیم. من یه متنی داشتم گذاشتم، میزنیم که برامون کانورت بکنه. اینجا یه چیزی هم وجود داره که متن خیلی خیلی طولانی رو نمیتونین بذارین. خب به خاطر همین نصفش کردم. یه متنی رو من براتون، متن اول رو براتون میذارم، کانورت رو میزنم، بعد این میگه کانورت انجام شد. برای تستش هم صداشو میشنویم. مقالات نمایی شده به راحتی قابل دسترسی برای محققان و دانشجویان. خب همونطور که میبینید داره آروم آروم صحبت میکنه. اگه میخواین آروم تر صحبت کنه، همین چیزایی که مثلا من بهتون گفتم، پاز تایمش رو بیشتر میکنین یا میایین تو وایس اسپیدش رو کمتر میکنین. اگه میخوایم بیشتر بشه که همین کارا رو انجام میدیم. الان ما اینا انجام داد برامون. اگه متنتون زیاد باشه، بخواین چند تا متن مختلف رو آپلود بکنین، همینطور اینا اول دانلود میزنین. دانلود که شد، متن بعدی رو براش میفرستین. همینجا من الان کنترل وی ادامه متن قبلی رو براش میفرستم. خب دوباره با همون سرعت و همون چیزا کپچرش رو وارد میکنم و
انجام شد. مجلات علمی پژوهشی. در مجلات علمی پژوهشی اغلب مقالات و مطالعاتی به چاپ میبینین که اینم انجام شد. حالا ما 2 تا فایل داریم که میخوایم این 2 تا رو به هم وصل بکنیم. میایم توی سایت اودیو جوینر و فکر نکنم این سایت نیاز به لاگین کردن داشته باشه. حالا ما این گزینه رو میزنیم و اون جایی که دانلودش کردم فایل شماره 1 این اگه درست یادم باشه اینو اول اد میکنیم، تست میکنیم، اگه نبود جاشو عوض میکنیم، پلیشو میزنیم. مزایا. درسته همینه. این بعد فایل شماره 2 رو اد میکنیم، فایل شماره 2 و برای تستش هم دسترس پذیری با بله. خب این کارا که انجام دادین کل متنتون شد چقدر؟ کلن شده الان ما میخوایم باز دوباره میخوایم به mp3 تبدیلش بکنه. اولی بوده 1 دقیقه و 28 ثانیه، دومی بوده 1 دقیقه و 28 ثانیه، رو هم شده چقدر؟ 2 دقیقه و 57 ثانیه. بعد جوین رو میزنیم، یه مقدار طول میکشه، بعد میگه فایلتون به این حجمه و دانلود رو میزنیم، دانلود، اوپن و مزایا. میبینین که اینجا تمام این میشه. مجلات به بهداشت، درمان و امن وزارت ارجاع محدودیت خب همین، کار خاصی نداره، فقط حواستون باید به این مقدار کپچرهایی که اینجا استفاده میکنین باشه توی هفته. و چیز دیگه ای ندارم که توی این ویدیو بهتون توضیح بدم. و حالا تو ویدیوهای بعدی مثلا میتونین همین متن رو تبدیل به صوت بکنین، صوت رو توی اون ویدیوی بعدی که براتون آپلود میکنم تبدیل به یه ویدیو بکنین. حالا تو ویدیوی بعدی براتون توضیح میدم. تا امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه خوشتون اومده لایک بکنین، اگه از چنل منم خوشتون اومده حسابش بکنین. ممنون، خدا نگهدار.